بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. برادرای عزیز، خواهرای محترم، موضوع دهمی که ما و شما شروع کرده بودیم در تفسیر موضوعی توحیدی، بحث این بود که بعضی اشخاص مبتلا به رهبر پرستی میشن. قرآن عظیم الشان رهبر پرستی را نفی میکنه و ما مسلمان ها خالق خدا پرستش میکنیم و از رهبر زمان اطاعت میکنیم که او اطاعت از الله و رسولش بکنه و وقتی که رهبریت اطاعت از الله و رسول نداشته باشه، بناهن از نگاه شرعی اطاعت از او بالای ما واجب نیست، بلکه کسانی که از رهبرایی که مخالف شریعت الله و مخالف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قانون میسازن و عمل میکنن، وقتی از اونا پیروی میکنن اونا را پیروای طاغوت میگن. در درس‌های گذشته ما و شما خواندیم که این رهبرای غلط گاهی به شکل اندیشمندها ظاهر میشن، کسایی که صاحب فکر و اندیشه هستن و به انگلیسی او را فلاسفه میگن و فلاسفه غالبا حس پرست هستن، عقل پرست هستن، علم پرست هستن و نفس پرست هستن. و فلاسفه که در اسلام هم به نام فلاسفه مشهور هستند، اونا اکثریتشان گمراه هستند، چون متأثر به اندیشه عقل پرستی شدن و امی عقل پرستی امی فلاسفه بوده که سبب گمراهی بسیاری از امت اسلام شده. دوم قسمش رهبرای سیاسی بودن که به شکل پادشاه و رئیس جمهور یا به شکل رؤسای پارلمان و یا هم به شکل رؤسای احزاب و گروه ها ظاهر شدن. اینا هم وقتی اساس حاکمیت سیکولر می سازن و مخالف شریعت اسلام می سازن، اینا هم به گمراهی میرن. بعضی از کسایی که در بعضی از رسانه ها ظاهر میشن و بعضی گپا را میزنن، مثلا میگه که خب اگر ما بگویم که شریعت الله تطبیق شود باز خیلی مثلا موتر در کجای قرآن گفته جور شود، یک قسم استهزا و توهین میکنن به حاکمیت الله، در حالی که ما و شما برشان گفتیم که خط فکری اسلامی همو است که انسان مسلمان در محسوسات از چی استفاده میکنه؟ از حس خود استفاده میکنه، در معقولات از عقل خود استفاده میکنه. اگر ما نظام اسلامی داشته باشیم، بله در محسوسات از حس خود استفاده میکنیم. هیچ وقت اینا اگر تو تصور کنن یا خودشان میفهمن که اگر تو قرآن تطبیق کردی باید از چشمایت استفاده نکنی، از گوشت استفاده نکنی. در محسوسات از حس خود استفاده میکنیم، در مسائلی که معقول است از عقل خود استفاده میکنیم. خدا از بام نمیپرتیم. متوجه هستین؟ عقل الله بر ما داده یک نعمت الله است. اما اللهی که قرآن بر ما نازل کرده، وحی جلی و خفی بر ما نازل کرده، اما الله بر ما چشم داده، عقل داده. برای چی؟ برای زمین که استفاده کنین. پس ما مسلمان ها در معقولات از عقل خود استفاده میکنیم. در تجربیات، علوم تجربی، امو خالقی که بر ما مثلا قرآن نازل کرده، امو خالق بر ما و شما علم داده، توانایی علمی داده که ما در مسائل ساینسی از بیولوژی و کیمیا و فیزیک و ریاضی استفاده بکنیم. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و حکومت اسلامی را ساخت، آیا رسول الله صلی الله علیه و صحابه در او عصر که شمشیر بود، خود صحابه شمشیر نمی ساختن؟ خود صحابه تیر نمی ساختن، کمان نمی ساختن؟ رسول الله صلی الله علیه و لشکر ایجاد نکرد؟ بعضی کسا کسی تو یک قسم برای شما جوانا مغالطه میکنه. اکثرا شما این برنامه‌ای که در این مسائل بحث میکنه، شما سائل کنین میگه در کجای قرآن است که موتر جور کنیم؟ در قرآن است و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. و قرآن برای ما و شما در مسائل ساینسی و فیزیکی گفته که شما از
ساینس و تکنولوژی و از این چیزا استفاده بکنین. حتی در مسئله قطع کردن، مثلا ما و شما در افغانستان تاکبوری میکنیم، او وقت عربا درختای خرما را قیچی میکردن، همیشه مثلا درختها را شاخچه چینی میکنن. یک وقتی مثلا رسول الله صلی الله علیه و گفت که نکنین، اونا که نکردن حاصلات کم شد. رسول الله صلی الله علیه و گفت در این مسائل تخصصی و مسلکی انتم اعلم به امور دنیاکم، در مسائل تخصصی مثلا کامپیوتر، ما پیش یک کامپیوتر کار میریم و این مخالف شریعت اسلام نیست. هیچ وقتی مثلا وقتی کامپیوتر ما خراب شد پیش یک شیخ الحدیث رو ما نمیبریم. اینا تصور میکنن پیش مردم مغالطه ایجاد میکنن که یعنی اگر تو نظام اسلامی یا حکومت اسلامی رو بحث کردی باز محترم باید در مدرسه جور کنی. نه خیر، مدرسه جای درس است. ما ورکشاپ داریم و رسول الله صلی الله علیه و در وقتشان مثلا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و فابریکای سلاسازی و کشتی سازی داشتن، لکن همین فابریکه خودم مطابق چی کار میکردن؟ مطابق شریعت الله، که در وقت کار کردن باید نمازت فراموش نکنی. چرا اگر یک نفر کار خوب هم میکنه وقت نماز شد باز نماز نمیخونه، و رسول الله صلی الله علیه و گفت که من ترک صلات متعمدا فقط کفر. اگر اینمی نفر ولو که بسیار خدمتگار بزرگ باشه و قصدن نماز ترک میکنی کافر میشه. در وقت صحابه اگر کس نماز قصدن ترک میکرد این کافر میشه، یه میفتیم تو کافر هستی. پس چرا اگر یک نفر حتی اگر مثلا نمازی دیگر از تا شام تال میته دیگه میگه خطر است، احتیاط کن، حتی تا همین لحظه که آفتاب هم غروب میکنه باید نماز دیگر تا چی کنی؟ بخوانی، حق نداری که ترک کنی. متوجه هستین؟ پس این چیز اگر کدام وقت سهوا قضا میشه ولای دیگه. پس سومیش ما و شما رهبران تعلیمی گمراه را گفتیم که بعضی کسا به نام معلم، به نام استاد، به نام پروفسور، به نام دانشمند، به نام هنرمند و به این شکل اینا را رهبرای تعلیمی گمراه میگن که مردم گمراه میکنن. با شما خواندیم که یک جوان ما، یک محصل ما در این وقت باید اما ارزش های اسلامی را بفهمه و پیشش معیار قرآنی موجود باشه که اینی استاد وقتی که این گپ میزنه غلط است. میشه در یک صنف مثلا 20 قسم ما مثلا در خارج هم درس خواندیم، در داخل هم خواندیم. من چرا مثلا داعی شدم؟ چرا من داعی شدم؟ یک وقت من در یکی از کشورهای خارجی در یک مجلس بود، سفارت افغانستان در اونجا دایر کرده بود. ما معسل بودیم، ما را هم تقاضا کرده بود که شما هم بیاین در این مجلس اشتراک کنین. وقت نو مجاهدین در افغانستان آمده بودن، ما در خارج درس می‌خواندیم. امو سفیر مجاهدین یک پارتی گرفت و تمام سفرای از اونجا را دعوت کرد. خب ما محصلین بودیم، ما را هم گفتن شما هم بیاین اشتراک کنین. خب ما رفتیم، مثل در آخر استاد بودیم. ما در آخر جای رفته بودم کنجکی بود، قرارم تو آرام استاد بودم. یک وقت سوال میکنم که سفیرای کشورهای مختلف آمدن و چیزی که بود تیار میخوردن، هر کس قصه میکرد. معجل گرفتگی در آخر قرار آرام استاد بودم، نه که کس غرض داشتم نه کس چیز میم که راستن یک کس همونجا پیش ما آمد. Hello, how are you? Fine, thank you. Speak English؟ من گفتم لیتل. Speak Arabic؟ تکلم عربیه؟ من گفتم الحمدلله عربی خوب هستم نسبت به انگلیسیم که عربیم گفتم خوب است، خب میتونم که تفاهم بکنم. این نفر گفت که I'm ambassador of واتیکان، من سفیر واتیکان هستم. در ایتالیا یک جای سوره به نام واتیکان میگن و اینجا یا پاپ است یا پاپ کلان که است، پاپ مچم نمیفهمم نامش چی است. این سفیرای خود داره مثل دیگه سیاست مداران. این سفیر از او هست، در اونجا بود در اون مملکت. میگه من سفیر از اینجا هستم. خب پرسانش کردیم که خوب هستین؟ گفتم تشکر، تانک یو. بر ما عربی شروع کرد، گفت که یا اخی لا فرق بین الاسلام و النصرانیه. گفت من نصرانی هستم، کریستیان هستم. There is no difference between Islam and Christianity. من برش گفتم که no man, there is a lot of differences between Islam and Christianity. هناك فرق كثير بين الاسلام والمسيحيه. بین اسلام و نصرانیت گفتیم بسیار، بین شما و نصرانیت گفتیم بسیار زیاد است. توی گپ میزنی اول تو مسیحی نیستید به خاطر اینکه تو پیرو عیسی مسیح علیه السلام نیستی، تو پیرو پولس هستی و عیسی مسیح علیه السلام به خالق واحد ایمان داشت و تو میگی که سه خدا هست.
گفتم دروغ نگو برای من وقتی که جوان بودم مثل کال جوان ها زود تیز تند میشن، وقت ما یک دوران تندی و تیزی را تیر کردیم، حال چاکلیت و شیرین شدیم قدر زیاد چی نبودیم، وقت تند بودیم مرچ سرخ خواره. باز صحبت های ما میذاره یک مجاهد که میگه پزد، من گفتم انت کذاب، گفتم تو دروغگویی هستی، بسیار دروغگویی هستی، تو دجال. گفتم چطور دروغ میگی که بین اسلام و نصرانیت فرق نیست؟ بین اسلام و نصرانیت فرق کبیر جدا. الاسلام یقول قل هو الله احد، اسلام میگه قل هو الله احد، الله ذات یگانه است، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و انتم مسیحیون تقولون بسم الاب والابن وروح القدس، تقولون ثالث ثلاثه ولقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. الله میگه شما کافر هستید، سه خدا را میپذیرید. او همین بود که این نفر برام کلمه رو گفت تا بالا به ذهنم است، براو 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 براو. خلاصه دیدی که چیز شده، گریخت است پیش من. پس فرق است بین از این. حالا بعضی انسان باید تفکیک داشته باشه که اگر یک معلم یا مربی یا یک سفیر یا یک وزیر یا یک خارجی یا داخلی وقتی میاد درباره بعضی مسائل امرای ما بحث میکنه، ما باید حداقل شخصیت علمی و اکادمیک و شخصیت ایمانی خود داشته باشیم با استدلال. چون اسلام که از کاملا دین است که استدلال بسیار زیاد داره. الحمدلله ما درباره هر چیز رسول الله صلی الله علیه و سلم از طهارت گرفته تا خلافت همه چیز برای ما یاد داده. از طهارت گرفته آداب برای ما یاد داده تا خلافت کلشه. وقتی که ما شما بخوانیم و 12 نظام در اسلام است که ما شما گفتیم. به هر صورت چهارمی قسمش رهبرای شیطانی هستن. او کدام کسایی هستن؟ کسایی هستن که در نقش رسانه ها، در نقش هنرمندا، در نقش نویسنده ها و مثلا بعضی گروپ های جدید را جور میکنن به نام نوندش و به نام تیوریسن ها و به نام مثلا فکر نوین و فکر جدید و تجدد گرایی و مثلا اینی گپا را مطرح میکنن. خب کلی از اینا وقتی که مخالف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشن، اینا چی میشن؟ اینا مبدل میشن به شیطان ها. ما شما یاره قبلا هم خوانده بودیم و رهبرای گمراه را در عصر موسی علیه السلام هم تشریح کردیم که 3 سمبل ظلم بود که موسی علیه السلام در مقابل از اونها مبارزه میکرد. یکی زور بود و زر بود و تزویر و ارسه شد. در درس گذشته تشریح کردیم و باز تکرار نمیکنم. کسایی که نبودن الله ببخشیشان باز یاد بگیرن که منظور از زر چی، زور چی است. دوم معرفی ابلیس و شیطان ها بود من حیث رهبر خطرناک و گفتیم که ابلیس چه قسم از جنگ فکری کار گرفت و در مقابل آدم علیه السلام و بیبی حوا استادگی کرد. و این هم دیدیم که 3 کس الله در قرآن بر ما و شما معرفی میکنه. آدم است، حوا هست و ابلیس. آدم هم یک لغزش کرد، حوا هم یک لغزش کرد و ابلیس هم یک لغزش کرد. آل لغزشی که آدم و حوا کردند نمیفهمیدن که ما این بسیار پیش الله بزرگ است. مجردی که فهمیدن رجوع کردن، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ای الله متعال بر ما میگه سعی کنین یک مرد، یک زن و یک جن. ارسیزی بر ما و شما معرفی میکنه. مرد مسلمان وقتی که اشتباه کرد، اشتباه خود فهمید، استغفار میکنه، توبه میکنه. کل ما و شما اشتباه میکنیم، غلطی میکنیم، لکن خطری است که اصرار نمیکنیم. بسیاری کسا اصرار میکنن. پس اگر کسی اشتباه کرد، سهو کرد، لغزش کرد و دوباره از فهمید که ما اشتباه کردیم، اما لحظه که آدم گناه میکنه، غلطی از پیش انسان میشه. بعضی اوقات انسان مثلا نفسش غلبه میکنه، بعضی اوقات شیطان سرش غلبه میکنه، به گناه مبتلا میشه. لکن مجردی که فهمید که ما اشتباه کردیم، مثل آدم علیه السلام الله متعال میگه توبه میکنه، میگه ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. به این قسم یک دختر مسلمان، یک خواهر مسلمان ما، یک خانم، یک مادر مسلمان ما و شما، خواهر مسلمان ما و شما از پیش اشتباه میشه. پس این خواهر مسلمان ما و شما اگر دید که کدام وقتی از پیش ما اشتباهی صورت میگیره، فوراً وقتی که حق برش بیان میشه و میفهمه، این هم رجوع میکنه مثل بیبی حوا. چی میگه؟ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اما بعضی کسای دیگه مثل ابلیس وارث. برای ابلیس الله متعال باز وقت داد برش، پرسانش کرد، گفت که یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذا امرتک،
چرا سجده نکردی وقتی که برات امر کردم؟ استکبرت ام کنت من العالین؟ آیا تکبر کردی یا کدام بدماش هستی، بسیار بزرگ هستی و چطور هستی؟ ابلیس گفت که نه، من در خالقیت الله مشکل ندارم. گفت من مشکل همراه آدم است. خلقتنی من نار و خلقته من طین. من از آتش هستم، بنابراین من قوم خوبش دارم. قوم پرستی رو کی شروع کرد؟ همین قوم پرستا کلشان پیروای کی هستن؟ ابلیس هستن، مسلمان نیستن. خودشون مسلمان میگن، لکن بیچاره با سعی در روز آخرت از صف پیغمبر کشیده میشه، میگه برو قوم پرست کت هتلر برو، کت موسولینی برو، کت این مردمای قوم پرست برو. پس وقتی که ابلیس الله پرسانش کرد که چرا نکردی، او در خالقیت الله مشکل نداشت. گفت خلقتنی، تو خالق من هستی، من از آتش خلق کردی، لکن مشکل ما با امرای آدم است، من کت از این مشکل دارم. الله متعال برش گفت که خب او امر ما بود، تو طرف امر ما سیل میکردی. تو را با آدم چی، تو را با هوا چی؟ حالا مثلا که ما و شما میریم در کعبه طواف میکنیم، ما را با پاچای کعبه چی و ما را مثلا با پاچای از او چی و ما را با گناههای از او چی؟ وقتی که حکم الله میشه که شما برین طواف حج تان در اونجا بکنین، ما میریم حج خدا میکنیم. اگر امی حج الله برای ما در افریقا جور میکرد، ما اونجا میرفتیم حج میکردیم. اگر امی نماز الله میگه افغانستان بخوان، ما شما در افغانستان همون نماز میخونیم. اگر برای ما اجازه داد که زکات خدا در اینجا بدیم، زکات میدیم. پس این حال در اسلام که دیگه امر الله هر چیزی که بود آمنا و سلمنا. مسلمان چی است؟ مسلمان اونمو است که و یسلمو تسلیما به امر الله. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله، نیست شایسته برای، یعنی حق نیست برای مرد مؤمن و برای زن مؤمن وقتی که الله و رسولش فیصله کنن ان یکون له الخیرة من امرهم، برشان اختیار باشه. ما اختیار نیست، خلاص آمنا و سلمنا و تسلیم میشیم. به هر صورت دلایل از اونا را هم خواندیم که اونا چی دلایل غلط را پیش میکنن و چی افتخارات به قدرت خود میکنن و چی چیزایی میگفتن، یا را هم کلشان ما و شما خواندیم. و این هم خواندیم که بسیاری وقتا این رهبرای ظالم که هست به پیروای خود امکانات مادی زیاد میتن، قدرت و چوکی میتن. اگر بازم هم مخالفت کرد، مثل فرعون واره باز میگه لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولو اصلبنکم فی جذوع النخل، بازی گپا را میگن. دیگه ادعای ربوبیت میکنن، نعمت به خود نسبت میتن. در اینجا رسیده بودیم که علت گمراهی اهل کتاب در پیروی از رهبران گمراه چی بود. اهل کتاب چی یهود بود، چی نصارا بود و چی ما و شما مسلمان ها. الله متعال برای ما و شما درس میده که اینا چی کردن. اینمی اهل کتابه که الله بر از اینا کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرد. اینا چی کردن؟ با گذشت زمان اینا امر الله را ترک کردن و اطاعت از چی کردن؟ اطاعت از جبت و طاغوت کردن. و عمر رضی الله عنه میگه جبت ساحرا را میگن و طاغوت شیطان ها را میگن. میگه یا با آیت 51 سوره نساء، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ببینید در اینجا الله متعال در مورد اهل کتاب میگه. الله متعال میگه علم تر ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، به طرف کسانی که الله متعال برای یک نصیب خوب داده بود، برشان کتاب داده بودن، اهل کتاب بودن. لکن اینمی اهل کتاب چی مشکل پیدا کردن؟ یا ایمان به الله را، ایمان به کتاب ترک کردن، یؤمنون بالجبت و الطاغوت، یا شروع کردن به ایمانداری به جادوگرا. جبت عمر رضی الله عنه میگه چی است؟ ساحرا هست. یا رفتن پیش ساحر، پیش فالبین، پیش کاهن، پیش رملانداز، پیش از یا رفتن و گفتن که گپای شما درست است. مثل کال بسیاری کسا قرآن پیشش ماندگی است لکن فالبینی میکنه. قرآن پیشش ماندگی است، خودش عالم هم خودم میگیره، لکن در سحر و در جادو، در کتابای تعویذات در یا مصروف است، در هزار شرکیات مبتلا هست. و طاغوت، طاغوت عمر رضی الله عنه میگه طاغوت اینجا منظور است، طاغوت شیطان است. اصلا طاغوت 4 قسم است. یکی طاغوت فکری هست، طاغوت فکری. دوم طاغوت فردی هست، یعنی طاغوت گاهی به شکل یک فکر می، گاهی به شکل یک فرد
طاغوت می مثل فرعون و هامان و شداد و نمرود، گاهی به شکل یک فکر می مثل فلاسفه، مکتبای فلسفی مختلف، ماتریالیسم، ایدئالیسم، یعنی مکتبای طاغوتی هستن، مکتبای فکری. گاهی طاغوت به شکل یک حزب، احزاب طاغوتی است که در برنامه حزبیشان ضد شریعت الله هست. و گاهی هم طاغوت به شکل یک حکومت می، بعضی حکومت های طاغوتی هستند که قوانینشان ضد شریعت الله هست، ضد شریعت الله. پس اینال در جمله طواغیت فردی یکی هم ابلیس از شیطان است. فرعون هم یک فرد بود. حکومت فرعون یک حکومت چی بود؟ طاغوتی بود. متوجه هستین؟ پس الله متعال میگه که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا ندیدی کسانی که الله برشان یک نصیب داده بود، یک بهره از کتاب داده بود، اینا باید از کتاب استفاده میکردن. یؤمنون بالجبت و الطاغوت، اینا ایمان به الله را ترک کردن، به ساحرا و به طواغیت یا تسلیم شدن. و در آیت دیگه قرآن الله میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، اول باید به طاغوت چی شوی؟ کافر شوی، بعد از اون تو میتونی ایمان به الله بیاری. هر 4 قسم طاغوت باید چی کنی؟ رد کنی. چرا ما شما میگیم لا اله، نیست هیچ کس مستحق از اینکه ذاتش عبادت شوه و قانونش اطاعت شوه. خواهی قانونگذار به شکل یک فیلسوف بیاید، طاغوت فکری بیاید، خواهی قانونگذار به شکل یک طاغوت فردی بیاید مثل فرعون، هامان، لینین، مارکس، انگلس اینیا، و یا به شکل یک حزب مثل حزب سوسیالیستی و حزب کمونیستی و حزب خلقی و حزب پرچمی، و یا به شکل یک حکومت به مثل حکومت امریکا و حکومت روس و حکومت یهود و حکومت نصارا، یا به این شکل یا هم به شکل کدام حزب بیه که احزاب است، یا به شکل کدام رسانه بیه که رسانه ها است. پس انسان مسلمان اول باید به این چیزا چی شوه؟ کافر شوه. لا اله الا الله، باز بعد از چی بگه؟ الا الله بگه. اول باید خدا فکرت از این اندیشه های باطل چی کنی؟ تخلیه کنی. اول کلیت پاک صفا بشویی که در این کلیت یه چیز نمانه، اما پاک صفا خوب پودر کاریش کنی، شامپو کاری کنی، بعد از بگی الا الله، بغیر از کی؟ الله هست. این فهم درست اسلام است. این فهم درست اسلام است که باید انسان مسلمان مطابق قرآن باشه. اینال کسایی که با وجود داشتن کتاب یا کافر میشن، بیدین میشن، این بسیار خطرناک میباشه. یک وقت من سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانم، اگر یک جاهل کافر شوه گناه میکنه، اما اگر یک عالم کافر شوه این بسیار خطرناک میشه. چرا؟ یک وقت رسول الله صلی الله علیه و بسیار خرد بود، تقریبا 12 ساله بود. کلتون در سیرتی را خواندین، آلی سیرت خواندین، لکن سیرتی قسمی نخواندین که خواندی. حداقل فکر بکن. مثلا پیشمک سوال پیدا شد، یک کس آمد بر ابو طالب گفت ابو طالب، اینمی بچه‌ای که همراه تو روان است، منظورش کی بود؟ محمد صلی الله علیه و سلم بود. گفت اینمی بچه‌ای که همراه تو روان است، اینمی بیادر زادید، این نظر به کتاب‌هایی که پیش ما هست، تورات و انجیل، این پیغمبر آخرین است. چی است؟ آفرین، پیغمبر آخرین است. خب گفت که ایرا در سوریه نبر، در شام نبر، کال سوریه هستن. گفت چرا به شام نبریم؟ گفت اونجا علمای یهود هستن، اگر ایرا اونجا ببری اینا ایرا میکشن. حال شما تصور بکنین وقت علمیت یک انسان به اندازه شود که از روی کتاب یک شخص بشناسه، از روی کتاب خود بشناسه که این پیغمبر الله هست، این چرا باید ایرا بکشن؟ این علمیت داره، کتاب هم دارم، میگه من به این کتاب ایمان هم دارم. از میابین از این کتاب میخونه که اینمی به پیغمبر الله هست، آخرین پیغمبر. آل باید یا عالم به ایمان بیاره یا نبیاره؟ این باید استقبال کنه، این بسیار احترام کنه، این بسیار عزت بده. این برش چی بگه؟ نه برش که اینو میکشه. پس از این معلوم میشه که اگر عالم کافر شد بسیار کفرش خطرناک میباشه، حتی پیغمبر هم میکشه. جاهل اگر کافر شد شاید یک دونه چی بگیره، از یعنی گرین کارت بگیره. مثل جاهلای ما میرن مثلا به خاطر یک ویزا کافر میشه، باز همونجا که کافر شد باز ببینید در سرکای آلمان و در سرکای ایتالیا و در سرکای امریکا رقصیده میره. اما اگر عالم کافر شد بازو چی میکنه؟
بازو میخیزه صاحب العیاذ بالله، پیغمبرم میکشه، پیغمبرم دشنام میته، علمای اسلام هم دشنام میته، قرآن هم دشنام میته. دیدین ندیدین؟ اینال اینجا هم ای علمای اهل کتاب که کافر شده بودن و ایمان به جبت و طاغوت آورده بودن، یا چی میکردن؟ و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. سبحان الله. بگه چند نفر از قریشی ها وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله مبعوث شد در بین مردم دعوت میکرد، آمدن چند نفر پیش کی؟ یا پیش علمای یهود، پیش از این کسایی که به جبت و طاغوت ایمان آورده بودن و دروغ میگفتن که ما عالما هستیم و خدمت بر دین میکنیم. یا آمدن پیش همین مردم قریش، آمدن برش گفتن که ببخشید شما علما هستین، اهل کتاب هستین؟ یا گفت ما بله عالم هستیم. شما کتاب داریم؟ بله داریم. گفت حال بین ما یک مشکل پیدا شده. مشکلی است که اینمی محمد صلی الله علیه و سلم که است، این از خانواده ما از قریشی نسب بسیار عالی داره و در طول زندگی ما از هیچ بدی ندیدیم، هیچ غلطی ندیدیم، هیچ دروغ ندیدیم. پیش از اینکه 40 ساله شوه به نام طیب و طاهر و صادق و امین در بین ما شهرت داشت. هیچ وقت در مسائل عادی زندگی دنیایی دروغ نمی گفت. و کسایی که آمدن از این پیروی میکنن مثل ابوبکر صدیق، یک شخصیت بسیار عالی بزرگ در بین ما بود. عثمان یک تجار بزرگ، یک سرمایه‌دار بزرگ و یک شخصیت عالی قریشی از خانواده بسیار بزرگ. و به این قسم دیگر صحابه را گفتن، نام گرفتن. ما هم رایز اینا مشکل پیدا کردیم، مشکلی که در بین قوم خود ما هست. شما خب عالم هستین، اهل کتاب هستین، ما خب ناخوان هستیم، زیادتر مصروف تجارت هستیم، مصروف بازرگانی هستیم، ما زیادتر نمیفهمیم. شما که عالم اهل کتاب هستین، شما بر ما بگوین، راهنمایی بکنین که راهی که ما میریم بت پرستی میکنیم، قوم پرستی میکنیم، زبان پرستی میکنیم، پیش مجسمه ها سر خود پایین میکنیم، دخترها را زنده به گور میکنیم، آیا راه ما درست است یا راهی که اینا میگن که لا اله الا الله و محمد رسول الله، به موسی و عیسی و ابراهیم به کل از اینا ایمان دارن، بر زن حقوق قائل هستن، بر زن حق میراث میگه داده شود، بر دختر خود بسیار احترام میکنن. و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، اونا بعد از اینکه محمد صلی الله علیه و سلم دعوت کرده هیچ کس هیچ دختری را اجازه نمیده که زیر خاک بکنه، حتی نه تنها او را زیر خاک نمیکنن بلکه بر از او بسیار با عزت و با افتخار با داشتن دختر افتخار میکنن. راه ما درست است یا راه شما؟ امید کسایی که به طاغوت ایمان آورده بودن یا برای می کافرها گفتن، برای کافرها چی گفتن؟ گفتن هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. گفت شما از اونها که خوب هستین. چی گفتن؟ گفت شما با اینمی کفرتان، شرکتان، با اینمی بد اخلاقیتان، با اینمی زن ستیزی و دختر ستیزیتان، با اینمی چور و چپاولتان، با اینمی بد اخلاقیتان، شما خوب هستین نسبت به اونمو کسان. میبینین کفر چقدر خطرناک است؟ این از این خاطر الله متعال معرفی میکنه که احتیاط کنین که در این تو مرض‌هایی که اونا مبتلا بودن شما هم مبتلا نشین. ششم قسم الله متعال بیان میکنه که امیر رهبرای گمراه که است جزای دنیویشان چی هست. سوره فجر آیت 6 بخوانید، سپاری 30 است. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله متعال میگه که این کسایی که سرکشی میکنن، چی به هر شکل باشن، چی حکومت باشه، چی فرد باشه، چی فکر باشه، هر چیزی که حزب باشه، اینا را الله متعال در نهایت هلاک میسازه. چی میکنه شانه؟ هلاک بربادشان میکنه. الله متعال میگه الم تر، آیا ندیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم که کیف فعل ربک بعاد، که پروردگار تو به امرای قوم عاد چی کرد؟ به امرای قوم عاد
چی کرد؟ ارم ذات العماد، یار قوم ارم میگفتن. ارم میگفتن چی بودن؟ ذات العماد. اینا را میگه که ذات العماد بودن. عماد هم قدهای بلند میگه که یعنی بسیار قدهای بلند داشتن و هم بلند منزلهای بسیار بلند داشتن. بسیار بلند منزلهای بلند داشتن. التي لم يخلق مثلها في البلاد. اتو چیزایی یا جور کرده بودن، اتو بلند منزلها جور کرده بودن که مثل از او در هیچ جای نبود. کاملا مثل امریکای امروز واره بود. متوجه هستین؟ چی شد؟ و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. میگه یک قوم بودن که یا هم قوم طاغوتی بودن، کلشان بیدین و کافر بودن و با پیغمبر الله مخالفت میکردن. و چه قسم مردم ها بودن؟ و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. میگه یا اقدر قوی بودن که سنگ های بسیار بزرگه که حال شاید دوره مثلا ما نیاز داشته باشیم که اسکواتور که بازو سنگ از یک منطقه به یک منطقه چی کنه؟ انتقال بده. لکن وا قوی بودن که با خود یاره انتقال میدادن. اینال میگه جاب الصخره می آوردن سنگ بالوادی به یک وادی، از یک جای از کوه میکندن می آوردن اونجا قصرها جور میکردن. و فرعون ذی الاوتاد. دیگه از این طواغیت کی بود؟ فرعون بود، صاحب اوتاد. میگه وتاد چه قسم است؟ میگه بعضی ها میگن که این فرعون ات قصرها و ساختمانها جور کرده بود که همین قصرهای خود دمی زمین مثل میخ واره، مثل کال سپل میمونن نه در زیر بلند منزلا، یا ما میگه مثل میخ واره در زمین تعمیرهای خود چسبانده بود. بعضیا میگن نه وتد میخ، میگه این عادت داشت مجردی که یک نفر مخالفش می بود اینا میگه من را دست تا دستش میگرفت اینا میخوام در بین دست ازی بازی را در صلیب ویزان میکرد، میگه بیار یک مارتول کد مارتول یا چکش میخ دمی دست زده میرفت تا کی میخ از این طرف دستش چی شوه برای، یعنی جزا دادن ازی با چی بود؟ با میخ بود. دستا و پایاش میخا را میزد دویزانش میکرد تا که کل خون از یمت بره امیجا هلاک شد. الله متعال میگه اینی قسم طواغیت خطرناک در تاریخ تیر شده و کلشان الله متعال فاکثروا فیها الفساد، در زمین بسیار فساد کردن، زنا را مشروعیت دادن، همجنسگرایی و گناه و شراب و قمار و تمام بدبختی ها و لدو و کل از را چی کردن؟ کل از نایت کلاب و کل گپا را جور کردن. الله متعال میگه کل انواع فصب علیهم ربک صوت عذاب. الله وقت میته، فرصت میته به اساس رحمت خود. این بنده را برش وقت میتینگ باز روز آخرت نگویه که یا پروردگارا من که مجرد گناه کردم عاجل مرا گرفتی هلاک کردی، اگر من یک کمک وقت میدادی من شاید توبه میکردم. الله متعال برشان 50 سال 60 سال 70 سال. قوم نوح علیه السلام 950 سال وقت داد. چقدر وقت؟ نوح علیه السلام 950 سال دعوت میکرد، برشان وقت داد، آخر که شد غرقشان کرد دیگه. الله متعال میگه فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک صوتا. صب چی را میگه؟ صب انداختن میگه، مثل که مثلا چای در پیاله میپرتی. الله میگه عذاب سر از اینمی قسم، مثل که مثلا یک دیگ از آتش پر کنی در فرق یک کس خالی کنی، اینمی قسم میگه عذاب خدا الله متعال سر از چی کرد؟ امو قمچین عذاب، یعنی عذاب بالای از اینا نازل کرد. ان ربک لبالمرصاد. این عقیده را داشته باش که پروردگار تو همیشه در ترصد است، همیشه کنترل میکنه شما را و همیشه دشمنایش از پیشش فرار کردن نمیتونه. الله اونا را یعنی زیر اونمو سکیوریتی کامرا قرار داده، هر لحظه یا را کنترل میکنه و یک ثانیش هم از پیش الله چیز نمیشه. ولی الله برشان وقت میته، باز اگر یک دفعه گرفت باز میگه این بطش ربک لشدید، باز یک دفعه زدن الله که یک دفعه باز زد هلاکشان میکنه. پس این نتیجه اینمی مخالفت با دین الله و شریعت الله در دنیا هست. جزای اخرویشان چی هستی؟ الله بر از این طواغیت و کسایی که مخالفت ها را میکنه الله متعال در سوره نبأ آیت 21 إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. این جهنم، یقینا که جهنم کانت
هست مرصادا در کمین. جهنم هم، اما تو در کمین شیشته، مثل که یک چند نفر در یک راه میره، یک کسی برشان چی میگیره؟ کمین میگیره، کمین نزدیک برسه اما تو سرشان حمله میکنه. الله متعال میگه جهنم هم بر از اینا در کمین است. این جهنم کانت مرصادا، در کمین هست. للطاغین مآبا، مرجع و مأوا برای کی هست؟ برای سرکشا. طاغین کی مانا؟ یعنی بر کسایی که طغیانگر و طاغوت هستن. چند قسم طاغوت داشتیم؟ 4 قسم: فکری، فردی، حزبی، حکومتی. پس الله متعال برای هر 4 قسم طاغوتا چی هست؟ این جهنم مأوای از هر 4 از اینا هست، هم برای خودشان هم برای کی؟ برای پیروایشان. آیا اینجا برای 1 ساعت 2 ساعت می باشه؟ میگه الله متعال میگه نه، لابثین فیها احقابا، بسیار وقت طویل و دوامدار در اینمی دوزخ می باشن. برشان کدام نوشابه داده میشه؟ میگه لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا، برشان کدام نوشابه سرد یا نوشیدنی ای که گوارا و خوب باشه برشان داده نمیشه. خب اگر تشنه شوه برشان با چی داده میشه؟ اگر تشنه داده شوه الا حمیم و غساقا. حمیم چی را میگن؟ آب جوشان که بخورن حلقایشان برشان در بته. و غساق چی را میگه؟ امو زردآبا و خونابا و چتلی که دمو چیزا جویای دوزخ روان است، از او برشان سطلا را پر میکنن، دادانشان خالی میکنن. چرا؟ انهم كانوا لا يرجون حسابا، اینا امیدوار محاسبه نبودن. میگفتن حساب چی؟ حساب نیست. لا يرجون، هیچ امید برای حساب نداشتن. و کذبوا بآیاتنا کذابا، با آیات الله را تکذیب میکردن، خوب تکذیب کردن. تمام روز میگفتن یا دروغ میگن یا غلط میگن یا این قسم هستن. و کل شیء احصیناه کتاب، الله میگه هر چیز را ما احصایه کردیم در کتاب ها. از هر کس در روز قیامت میگه دفتر اعمالش در گردنش انداخته میشه. کتابایی که اعمال کرده کلش هست. میگه بخوانی کتابت، اقرأ کتابک، بخوان دفتر اعمالت، بخوان خودت، بخوان سعی کن که چی کردی. پسی عذاب اخروی برای کی هستن؟ برای اینمی مردمای چی؟ آیا جزایشان ترنا در روز قیامت است؟ نه، الله متعال میگه که عذاب 2 قسم است. یکی عذاب قبر و برزخ است و یکی هم عذاب جهنم است. چند قسم عذاب است؟ 2 قسم. یکی عذاب برزخ است، عذاب قبر. بعضی کسا میگه عذاب قبر در قرآن ثابت نشده. اینی آیت شریف است که کسایی که از عذاب قبر انکار میکنن، اینی آیت قرآن باید سرش فکر کنه تا نشه که زامت هم بکشه باز در روز آخرت بخیزه. از آیت قرآن چی است؟ منکر است. سوره غافر آیت 46. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار، الله متعال میگه النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. میگه صبح و شام عذاب برزخ، عذاب قبر بر از اینا عرضه میشه، پیش میشه. یعنی صبح و شام یا در عذاب، یعنی صبح و شام که میگه منظورش دوامدار یا در عذاب قبر هستن. و عشیا، غدوا صبحگاهان و عشیا شامگاه، یعنی صبح و شام بر از اینا عذاب قبر میرسن. باز اینا الله متعال چی میگه؟ خب و یوم تقوم الساعه، باز روزی که روز قیامت شد. دیدین چند قسم عذاب شد؟ اولش عذاب برزخ و قبر شد و آل باز میگه و وقتی که روز قیامت شد الله متعال میگه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کنین آل فرعون به چی؟ به سخت‌ترین عذاب. یعنی فرعونیا و فرعون صفتها و طواغیت هم عذاب دوزخ میبینن و هم وقتی که محکمهشان شد اول اینجا یا در چی میباشن؟ در نظارتخانه در قبر. اینجا هم زدنهای خودم میخورن، لطای خودم میخورن، جزاهای خودم میبینن.
کلکینچه های از دوزخ برشان باز میشه، آتش دوزخ سرشان سرایت میکنه تا روز قیامت. روز قیامت که محاکمه از اینا صورت گرفت، رویایشان سیاه شد، به دوزخ رفتن. و یوم تقوم الساعه، باز روزی که میگه قیامت شد، باز میگه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل داخل کنین فرعون و فرعونی ها و پیروای فرعون در سخت‌ترین عذاب. متوجه شدین؟ پس آیات قرآن هم جزای طواغیت بیان میکنه و هم در پالیوزی که جزای زنا را بیان میکنه و پیروای طاغوت بیان میکنه که عذاب قبر حق است. فهمیدین؟ یک آیت دیگه این هم در سوره غافر است، آیت 47. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. خب اینجا میگه و اذ یتحاجون فی النار. حالا دیگه خود طاغوت ها و طاغوت صفت ها، کسایی که مخالفت شریعت الله را میکردن و کسایی که باز زیر رهبرا پیروی میکردن، یا دیگه باز بین آتش دوزخ که افتادن، باز یکی که دیگه چی میگن؟ دلیل میگن و حجت میگن و یکی دیگه خدا. خب در کجا یتحاجون؟ ای حجت و دلیل و یپارا میگن در فنار در آتش دوزخ. فیقول الضعفاء، بازی کسایی که در دنیا ضعیف بودن، مثلا عضو حزب بود، یک عضو که عادی بود، یک پیاده‌گک بود، همونجا ناق میزایشان پاک میکرد، آشپزش بود آشپز خلقی ها، آشپز خلقی ها. یا فیلم بردارش یک کمرگک داشت، برنامه خلقی ها را تا بالا میکرد. یا یگان توش بود که مجلای خلقی ها و پرچمی ها و کمونیستا و کافرها را بازی را چی میکرد؟ جای به جای بازی برشون چی میگه که باز برش میگه که فیقول الضعفاء للذین استکبروا، باز ضعیفا برای کلانایی که متکبر بودن، لینین و مارکس و اینمی خطرناک ژان ژاک روسو و اینمی مردمای کلانش، ترامپ و مچون فلانی، بیا باز چی میگه؟ انا كنا لكم تبعا، ما خود مطابقت از شما میکردیم. فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، آیا میشه که یک مقدار آتش دوزخ ما را شما بگیرین؟ خیر از سر تو بیاز یک 20 بیلر آتش دوزخ سر قیر جوجادگی مفته، یک 2 بیلر مرم سر دو پرده. قال الذين استكبروا، باز کسایی که در دنیا تکبر کردن، یا چی میگن؟ ان کل فی، کل ما شما بیاز در دوزخ هستیم دیگه. ان الله قد حکم بین العباد، الله حکم کرده در بین کی؟ بنده ها. یعنی اینجا نشان میده که در اونجا بسیار کلشان ذلیل و چی میشن؟ خوار میشن. آلی باز چی میشه؟ باز اینجا یکی دیگه خودم ملامت میکنن. چه قسم ملامت میکنن؟ در سوره سبا آیت 31. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. اینجا چی میگه الله متعال؟ میگه وقال الذين كفروا، و گفتن کسایی که کافر شده، لن نؤمن بهذا القرآن، کافرها میگه ما به این قرآن ایمان نمیوریم، ولا بالذی بین یدیه، و آنچه که در بین دستش هست، چی کتابهای دیگر باشه، چی احادیث باشه، با هیچ کدامش ما ایمان نمیاریم. ولو ترى، الله متعال میگه و اگر تو ببینی، اذ الظالمون موقوفون، هان انگاه میره که ظالم ها استاد می باشند. در کجا؟ عند ربهم، در مقابل پروردگار خود. یرجع بعضهم الى بعض القول،
بعضی دیگه خود گپ زده میرن اونجا دیگه کلشان دیگه سرشان حکم میشه که شما ذلیل هستین، رویایشان سیاه هست، بدبختی است، باز یکی دیگه خود ملامت کرده میتن. یقول الذین استضعفوا، باز می کسایی که ضعیف کرده شده بودن در دنیا، اینا را می کلانای طاغوت فریب داده بود، بازی داده بود، گفته بود فلسفه تو خوب است، عقل گرایی تو خوب است، حزب گرایی تو خوب است، سکولاریسم تو خوب است، حزب با نوگرایی و تجدد و مسئله گپا بسیار چقدر خوب است بین حزبای ما. بازی مردمایی که بازی خورده بودن، ضعیف هستن، به عقل بودن، پیروی از یارا کرده بودن. یا باز چی میگن؟ یقول للذین استکبروا، به کسانی که متکبر بودن، کلان بودن، رئیسایشان بودن، بر ازو میگه این ضعیفا برش میگه لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر شما خبیثا نمی بدین ما مسلمان و مؤمن بودیم. خوب در خانه مسلمان پیدا شده بودیم، خوب پدرم مسلمان بود، پدر کلانم مسلمان بود، تو زیدی آخر مرا بردی سکولار ساختی، مرا بیدین ساختی، مرا دموکرات ساختی، مرا قلقی و پرچمی ساختی. این خدا تبایتان کنه، در بدر شوید، موجه برش غال مغال شروع میکنه. و قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، کسایی که رهبرا هستن، خطرناک هستن. یا باز برای ضعیفا چی میگه؟ انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم، ما شما مانع هدایت شما شدیم؟ تو خود عقل نداشتی، قرآن پیشت نبود، حدیث پیشت نبود، علما نداشتی، مساجد نداشتی، ما گفتم لوده، خودت لودگی کردی. بل کنتم مجرمین، بلکه خودتان مجرم بودین، آمدین از پشت ما دروازه ما رو تق تق کردین. اجازه است رئیس صاحب، ما میخوایم در حزب تو داخل شوم، ما میخوایم کافر شوم، ما میخوایم سکولار شوم. خودت مجرم بودی، از پشت ما آمدی. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، بعضی مجرما میخیزن بر از این متکبرا رهبرای خود چی میگن؟ سعی کن پیروان احزاب، پیروای طاغوتا، بر طاغوتا خود چی میگن؟ بل مکر اللیل و النهار، بسیار شما شب و روز مکارگری میکردین، تمام روز میخیستی که راه ما درست است، عقلی نمی هست، تمدن نمی هست، پیشرفت نمی هست، حزب نمی هست، حقوق زنی نمی هست، حقوق مرد است، کلش هم مکارگری کردین. اذ تأمروننا ان نکفر بالله، شما طاغوتا و رهبرای خطرناک بودن که ما را امر میکردن که ما چی شیم؟ به الله کافر شیم. و نجعل له انداد، و ما بر از او شریک ها بسازیم. و اصر الندامه لما رأوا العذاب، باز که وقتی که عذاب میبینن دیگه از ترس عذاب دیگه باز می پشیمانی خدا چی میکنن؟ پت بر یک دیگه میگه ای خدا تو رو بشرمان، ای در بدر ای خدا دیگه اگه تو نمیبودی مال کاش که من خوب سم نماز میخوام، تو برای گفتی دیگه نماز نخوان که به درد نمیخوره. همین تو فیلم ها رو بر من بلوتوت نگردی، همین تو کلیپ ها رو بر من آوردی، همین تو فیسبوک غلط بر من نشان ندادی، همین تو یک روز ما رو در خانیت نبردی و ویدیو که آورده بودی. اینه باز چه یکی بدگی خود چی میکنن؟ یکی سر دیگه خود لعنت کرده میدن. الله متعال میگه و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، باز جا میگه ما زنجیرهای آتشی را در گردنهای کافران میاندازیم. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، های بر از اینا جزا داده میشه اضافه از آن چی که کردن؟ نه، اینمی جنایت کردن، بمباردیا کردن، قتلیا کردن، کشتاریا کردن، تجاوز جنسی اینا کردن، حقوق زن اینا پامال کردن، حقوق مرد اینا پامال کردن، مسلمان به نام مسلمان یا کشتن، یک مسلمان به خاطر ریشش کشتن، یکی را به خاطر درس، یکی را به خاطر تعلیم، یکی را به خاطر قرآن و هزار دشنام و دعو و بدگویی یا کردن. پس اینمی جزایشون است. اینی شد نتیجه چی؟ گفتگویی که بین کیش میشد؟ بین مستکبران و پشیمانیشان هم و شما خانه. دستوری احزاب آیت 64. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. این حال اینجا الله متعال میگه که ان الله، یقین داشته باشین ای مردم که الله متعال سبحانه و تعالی لعن الکافرین، لعنت کرده. لعن به معنی چی است؟ اللعن الطرد من رحمت الله، اینا را الله از رحمت خود طرد کرده. از این خاطر اجازه نیست که ما یک مسلمان لعنت بگوییم. متوجه هستین؟ ان الله، یقینا که الله متعال کافرها را لعنت کرده، یعنی از رحمت خود و از جنت خود اینا را چی ساخته؟ محروم ساخته. و اعد لهم سعیرا، و آماده کرده بر از اینا آتش دوزخی که همه خوب آتشش تیز و بلنگان است. خالدین فیها ابدا، این انسان های بیدین و کافر و طاغوت
چی میشن؟ در امی آتش دوزخ بر ابد می باشن. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نه دوست پیدا میکنن در او دوزخ که اینا را کمک بکنه و نصیرا و نه نصرت کننده که اینا را نصرت و همکاری بکنه. یوم روز قیامت تقلب وجوههم فی النار، باز دور داده میشه روحای از اینا در کجا؟ در آتش دوزخ. باز وقتی که با آتش دوزخ رویشان دور داده شد، باز آدمای جاهل باز وقتی میگن کاش که کاش که کاش که کاش که، یا لیتا چی مانا؟ کاش که کارا میکردن. باز که وقتی که در میگیره باز میگه یا لیتنا کاش که ما اطعنا الله و اطعنا الرسول، ما واقعا اطاعت از الله و رسولش میکردیم. ما خیلی کسایی که قرآن و سنت بیان میکرد ایره خود میگفتیم حالا شما وهابی گکاستین، شما گمراه هستین، شما بیدین هستین، شما نو پیدا شدین، شما از مریخ آمدین، از عطارد آمدین، از کجا آمدین؟ بازوی چی میگم واه کاش که ما اطاعت از الله و رسول میکردیم، کاش که حقیقتا قرآن عظیم شانه با معنا و تفسیرش میخواندیم و کاش که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواندیم و از استفاده میکردیم، از الله و رسولش اطاعت میکردیم. و قالو باز میگن برای الله چی میگن که یا الله، و قالو میگن ربنا، ای کی میگن؟ ای اعضای حزب و طاغوت پرستا، حال که زیر پای پیر خود مثلا سجده میکنه، زیر پای کلان خود، زیر پای لینن میره سجده میکنه. متوجه هستین؟ قانون از اونا را چی میکنن؟ میگه قانون از اینا بهترین قانون است، بسیار خوب، سیاستشان خوبش است. بازی ها چی میگن؟ باز با الله عذر شروع میکنن و قال ربنا، ای رب ما ان اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما اطاعت کردیم از ساده، از امو بزرگای خود. قانونگذارا را ساده میگفتن، کسانی که قانون میساختن به نام سید. ساده جمع سید است، از سیدهای خود، قانون سازهای خود، شخصیتهای بزرگ خود. و کبراءنا، و از بزرگای خود، چی بزرگ حزب بود، چی بزرگ قوم بود، چی بزرگ حکومت بود، چی بزرگ فلسفه بود، چی بزرگ سیاست بود. فاضلون السبیل، اینا ما را از راه حق چی کردن؟ گمراه کردن. به الله همی پیروای از چی میگن؟ شکایت میکنن. باز چی میگن؟ ربنا آتهم ضعفین من العذاب، یا الله بر از امیر عیسی ما و کلانای ما چی کن؟ دو چند عذاب بده که دل ما خوب یخ شود. او رئیسش اونجا بیچاره در گرفته و دستا و پایاش و کلیش در گرفته اونجا میسوزه. ای باز چی میگه که یا الله اینه دو چند عذاب بده دیگه هم خوبه، می کلی از زیره دمیاتش دیگه هم چخ کن، دیگه هم خوبه متوجهش کن. الله توبه که آدم در روز قیامت چقدر سخت است که آدم دوست غلط بگیره، رهبر غلط بگیره، راه غلط اختیار کنه و سرنوشتش قسم شه. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، یا الله دو چند یارا عذاب بده، ولعنهم لعنا کبیرا، یارا ات لعنت بزرگ بگو که بیخی هیچ امیدوار رحمت تو نباشن. اینه این نتیجه چی هست؟ نتیجه طاغوت بودن و طاغوت پرستی هست. ولی این گپا و تقاضاهایشان هیچ برشان فایده نمیکنه، هیچ فایده برشان نمیکنه. آل بر ما و شما آخرین نقطه چی است که یک وصیت الله هست برای ما و شما، بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و امتش، در سوره هود علیه السلام آیت 112. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. آل الله متعال به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم و برای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم و کسایی که کتاب الله را قبول دارن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول دارن و کتاب الله را میخوان عمل بکنن، بر ازیا چی میکنه الله متعال؟ الله متعال توصیه میکنه و میگه که فاستقم، پس وقتی که تو راه حق اختیار کردی استقامت داشته باش، دمی راه درست
در راه کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم استقامت بکن. کما امرت، امو قسم که امر شدی، هر عقیده که در قرآن است و در سنت است میره بگی، هر عبادتی که الله برات امر کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم تبلیغ کرده امر بگی، هر سیاستی را که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، 12 قسم حاکمیت کتاب الله را کل از را بگیر و در استقامت داشته باش. کما و من تاب معک، همچنان ای رسول الله صلی خودت هم استقامت اختیار بکن و کسایی که توبه کردند، رجوع کردند به الله امرای تو، دیگه اعمال زشت و غلطی که قبلا در جاهلیت بود رو ترک کردند، اعمال درست اختیار کردن، کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم منهج راه و دستور زندگی خود ساختن، امرای اینا هم ولا تطغوا، و شما طغیان سرکشی مثل طاغوت ها واره نکنین، سرکشی نکنین. انه بما تعملون بصیر، انه یقین داشته باشین که الله متعال به آنچه که شما عمل میکنین بسیار بینا هست، ذره ذره اعمال شما را الله میبینه. ولا ترکنو، رکن زندگیتان یا تکیهگاه زندگیتان تکیه نکنین الی الذین ظلموا، به کسانی که ظالم شدن، به تواقیت چارگانه هیچ وقت اعتماد نکنین، یا در ارکان زندگیتان داخل نکنین، به اینا تکیه نکنین. چرا؟ اگر کردین باز الله متعال دیگه ذات عادل است. اتو نیست که والا من کلمه خواندم مسلمان شدم، اگر من قبر پرستیام کردم، بت پرستیام کردم، هر چی کردم، نه برو لک بخش است، نه برو پروا نداره، نه ای آیات خود درباره کافران نازل شده بود. خب ابو جهل میگه ما خودم واسه ابراهیم علیه السلام بودم، گمراه شدم، دوزخی شدم، تو چرا نشی؟ این حاله متوجه باشین الله متعال میگه اگر شما باز به این تواقیت چارگانه تسلیم شدین، راه حق فراموش کردین، باز چی میشه؟ فتمسکم النار، باز شما را هم همین قسم آتش دوزخ خواهد گرفت و میسوزانیتان، مستان میکنه، و شما هم آتش دوزخ میرسه. و ما لکم من دون الله من اولیاء، بر شما هم بغیر از الله هیچ دوست نمی باشه. ثم لا تنصرون، باز او وقت هیچ نصرتی به شما نمیشه. پس از همین خاطر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اولادی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا از دیگاه کده تقوایشان چی بود؟ بیشتر و قوی تر بود. اتو نبود مثل آل بارک والا من بچه فلانی استم، من دیگه چی نیاز دارم به نماز؟ فاطمه الزهرا که دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، با تقواترین دخترها در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم کی بود؟ بیبی فاطمه الزهرا بود. ام المؤمنین مادر ما و شما عایشه صدیقه رضی الله عنها که همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، واترین زنها در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این قسم خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر علی رضی الله عنه بود، اگر حسن بود، اگر حسین بود، اگر ازواج مطهرات بودن، کلشان تقوا داشتن. حالا شیطان بسیاری کسا را بازی میده که نه والا تو اولاد فلانی هستی، تو اولاد پیغمبر هستی، تو اولاد ابوبکر صدیق هستی، تو اولاد مثلا فلانی هستی، تو دیگه خلاص هستی. بازو رو ببینی که از کلی که چیز شیطان رو گمراه ساخته. اینجا آیت قرآن همینجا میگه که فاستقم پیغمبر، خودت هم مستقیم باش، کما امرت، الله از خالقش، تو خودت هم مستقیم باش. اما قسم که امر شدی و من تاب معک، و هر کسی که به طرف دین الله به امرای تو رجوع کردن کلشان باید استقامت داشته باشن. از این خاطر دندان پیغمبر شکست، آزار دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مجبور شد، خانهش چور شد، از خانهش کشیده شد، هر قسم سختی ها را دید، بازم رسول الله صلی الله علیه و سلم چی اختیار کرد؟ استقامت. و صحابه هم به امرای چی کردن؟ استقامت کردن. یک زن صحابی مثلا نصیبه ام عماره رضی الله عنها، اقدر تیر و شمشیر در گردن شانه و ترای احد میخوره که 1 سال تداوی میشه، بازم استقامت چی میکنه؟ اختیار میکنه. خنسا رضی الله عنها 4 بچه‌اش در قادسیه به شهادت میرسه، 4 بچه‌اش شهید میشه، 4 تا بچه جوان لکس. وقتی که برزی خبر میرسه خوشحال میشه، شکر میکنه که الحمدلله که الله مرا عزت داد به شهادت اولادایم.
و پیش ازی که بچه‌اش بره به طرف معرکه و جهاد در اونجا برشان میگه بچه‌ام پدرتان فوت کرد، من نام و عزت شما را خراب نکردم، شما هم استقامت داشته باشین، عزت مرا پیش مردم کم نگیرین. هر 4 بچه‌اش در یک جنگ به شهادت میرسه، لکن هم قسم استقامت داره. متوجه هستین؟ این استقامت. ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر ولا ترکنوا. ای جوان مسلمان، الله بر ما و شما سعی کنید جمع کل ما و شما رو میگه ولا ترکنوا. ای ریش سفیدای مسلمان، ای جوانای مسلمان، ای انجینیرای مسلمان، ای دکترای مسلمان، ای دکاندارای مسلمان، ای گلکارای مسلمان، ای نجارای مسلمان، هر کسی که هستی، ای سیاه پوست مسلمان، ای سفید پوست مسلمان، ای زرد پوست مسلمان، شما چی هستین؟ شما اعتماد تکیه نکنین به کسی که بر ظالما را تکیه‌گاهتان قرار ندین. چرا؟ اگر قرار دادین تمسکم النار، باز شما را هم آتش دوزخ میگیره. و ما لکم من دون الله من اولیاء، باز بغیر از الله هیچ دوست شما پیدا کرده نمیتونین. ثم لا تنصرون، باز نصرت نمیشن. الله متعال بر همه ما و شما استقامت در دین و تقوا را نصیب بگردانه. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت